الو 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 صدا بد میاد. الو در میزنن صدا تق تق میاد. همسایه زنگ زده 100 بیاد. میگه بوده صدا ضبطم زیاد. دستم بگو خودشم با زن بچهش بیاد. واسه انجام این ادیت قاعدتا لازمه یا شما 2 نفر باشین یا خودتون شخصا در نقش 2 تا سوژه کار رو اجرا بکنین. اما نکته مهمش اون بخشی هستش که شما باید کاملا هماهنگ با هم اجرا بکنین. اگر روی آهنگ باشه خب این هماهنگی به طب خیلی راحت تر ایجاد میشه. اما اگر قرار هست دیالوگی رو بگین به حالت ثانیه شماری که توی دلتون میشمارین ثانیه ها رو حواستون باشه تا قبل از تموم کردن دیالوگ نفر قبلی یا نفر جلویی اون یه نفر دیالوگشو نگه. خب وارد کپکات میشم. ویدئوی اولم یعنی اون تصویری رو که خودم عقب تر ایستادم رو وارد میکنم. از طریق اوورلی، اد اوورلی ویدئوی بعدی رو وارد میکنم. توی نوار ابزار پایین ریموو بیجی رو میزنم. اگر گزینه اول واسهتون قفل نیست میتونین به راحتی ازش استفاده کنین و بک‌گراند ویدئوی دومتون رو جدا میکنه. در صورتی که پرو بود شما باید از این براش استفاده بکنین. چیکار میکنم؟ انتخابش میکنم، سایز قلممو تنظیم میکنم، زوم میکنم روی سوژه و خود سوژه، دست سوژه، کلاه، عینک، هر چیزی که مربوط به سوژه هست رو سلکت میکنم. اینجا تیک رو میزنم اما باید منتظر بمونم تا این یک تیک بخوره، یعنی ریموو بک‌گراند من به صورت کامل پروسش رو طی بکنه. بعد از این کار از نوار ابزار پایین بخش افکت، ویدیو افکت، لنز، بلار رو انتخاب میکنم و میبینین که این پایین بهش دسترسی دارم. حالا اول سوژه اول من صحبت میکنه پس نباید بلار باشه، باید پشت سریش بلار باشه. زمانی که از بخش افکت بلار رو انتخاب میکنین به صورت دیفالت خودش روی لایه اولتون میفته. اما قضیه اینه که زمانی که نفر جلویی میخواد صحبت بکنه باید پشتی بلار بشه. حالا که نفر پشتی میخواد صحبت بکنه چطوری جلویی بلار میکنم؟ از این لایه افکتمون یه دوپلیکیت میگیریم، تنظیمش میکنیم تا جایی که نفر پشت سری میخواد صحبت بکنه و نفر جلویی باید بلار باشه. حالا گزینه آبجکت رو انتخاب بکنید و اینجا انتخاب بکنید که میخواید اون افکتتون روی کدوم آبجکت بیفته. من جلویی رو انتخاب میکنم و همینطور که میبینین بلار شد. حالا طبق سناریو، دیالوگ یا داب اسمشی که دارم انجام میدم نفری یکیشون باید توی هر دیالوگ بلار بشه. همین روند رو تا آخر ویدیو ادامه میدم. زمانی که جلویی حرف میزنه پشت سری بلار میشه، پشت سری داره صحبت میکنه جلویی بلار میشه و تمام. اینم از نتیجه کار. امیدوارم دوستش داشته باشین. لطفا منو سابسکرایب کن، زنگوله رو روشن کن چون هر روز یه ایده و آموزش واسط دارم.